آخری که پمیست عزیزایم، اگر خواسته باشین که به چنین هدف بلند و عظیم دسترسی پیدا بکنیم، بیاین امی اسلام را که ما برش خون دادیم، شهادت ها دادیم، تکه تکه شدیم برش، امی اسلام را صحیح بفهمیم، امی اسلام را درست بفهمیم. اگر اسلام را درست فهمیدیم زندگی ما خوبش می شود. اگر غلط فهمیدیم خود اسلام و شما را از هم می پاشاند. می فهمین؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم یک عملی که بی نهایت سر از او مواظبت کرده چی است؟ نماز. همه تصیح نیست. روزانه 5 بار تکرار می شد و 5 بارم به جماعت خوانده می شد. در یک عملی که تا آخرین لحظه حیات خود او را محکم گرفته است و 5 بارم روزانه تکرار می شد. و در صحابه بی نماز بود؟ در صحابه بی نماز نبود. در صحابه تارک جماعت نبود. ولی امین نمازه که شما میبینین اینقدر اختلاف است که هیچ پرسان نکنین. آمین بگویم، آمین نگویم، رفع الیدین بکنم، رفع الیدین نکنم، دستا را ایجا بگذارم، ایجا بگذارم، ایجا بگذارم، ایلایش بدم. اما تصیح نیسته. خب این کل کار پیغمبر علیه السلام کرده، ولی من چی کار هستم که سر فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم انتقاد کرده برم و تلاش بکنم این ناسخ است، این منسوخ است، این ناسخ است، این منسوخ است. و خدا شما را هدایت بده. چی جور کردین شما؟ بگو رسول الله به ما نماز داده، تنوع را نشان داده. تنوع بس یک جا انار است، یک جا انگور است، یک جا انجیر است، میوه های مقبول. این تعبیرات مختلف کرده تو آزاد باشی و تنوع زیبایی را ایجاد بکند، وحدت کلمه تا بسازد. آلی به نام سنت یک دیگر جنجال داری، به نام دینی که یک دیگر دشمنی میکنی. استغفر الله. چی شروع کرده؟ سر فعلی که رسول الله کرده اردوی ما شما یک دیگر توهین کنیم. چرا این رقم بگویم، چرا این رقم نگویم که خدایا چه پیغمبری را به ما فرستادی که کوچکترین کارش رد نمی شود و او در امت محفوظ است. ما خود نمیتونم که هم دست خود ایجا بگیرم، من میلابتم یا ایجا بگیرم، یکیش باید بکنم. بنان من ایجا گرفتم، الحمدلله که سنت پیغمبر را یک برادر دیگه ما ترک نکرده، ایلایش کرده. الحمدلله که یک برادر دیگه ما در ایجا گرفته. ما خود نمیتونم بگم آمین، نمیتونم بگم آمین، یکیش باید انتخاب کنم. بنان ما خفیه میگم الحمدلله که برادر دیگه ما آمین بالجهر میگوید، سنت رسول الله را اتباع میکنه. چرا زورم میتم؟ چرا با نام سنت تو را از یک دیگر جدا بکنم؟ چرا با نام سنت در بین دو برادر اختلاف را ایجاد بکنم؟ چرا این کار میکنم؟ صحیح شد انشاءالله. دین را وسیله اختلاف نسازیم. دین وسیله استحکام ما شماست. مثل که شما در کعبه میرین، در حرمین شریفین، بس یک رقم نماز بخونه، دیگر رقم نماز میخونه، یکی آمین میگه، یکی نمیگه، یکی دستا کشال، یکی بلند، یکی پایین. در پهلویت هم استاده است. زورت میته؟ در دلت گشته که جنت نمیره با خاطر که آمین گفت؟ در دلت گشته که ثواب نمیگیره؟ من اقا زیاد ثواب گرفتم، می بیچاره رفت پشت کارش؟ نمیگرده که در اوجا نمیگرده، خود افغانستان هم نگرده بردانم. دیجا چی دشمنی شروع کرد؟ دین کلان فکر بکنین و دین بسیار چتر بزرگ است، ایره خرد فکر نکنین. الله متعال ما شما را وحدت کلمه نصیب بکند، صف ما را الله متعال واحد بکند، تعبیر ما را الله در دین اصلاح بکند، فهم ما را الله در دین صالح بگرداند. رب العالمین کشور ما را آباد بسازد، آرام بسازد، مطمئن بسازد. خداوند متعال وسعت رزق را نصیب ما و شما بکند.
رب العالمین فقر را از پیش ما بلند بکند. آنانی که قرضدار هستند الله متعال قرضش را برش خلاص بکند. آنانی که مریض هستند الله صحت را نصیبشان بکند. جوانان ما را خداوند متعال با عزت داشته باشد. الله متعال آرمانایی که دارند به او برسانشانه. رب العالمین آنانی که کار ندارن الله کار نصیبشان بکنه. آنانی که محصل هستن الله ذهنشان برشان خلاص بکنه. خواهرای ما و شما را الله با عفت داشته باشه. رب العالمین ریسفیدای ما و شما را با حرمت و عظمت خود نگاهش بکنه و توفیق نصیحت را نصیب ما و شما بگرداند. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.